الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. امروز روز عید سعید فطر هست، یکی از روزهای تاریخی است در دین اسلام که در پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید قربان هست که در وقت حج اکبر و مراسم قربانی قرار دارد و در این باره عزیزمون جناب مولانا بدری استاد تفسیر خدمت شما مفصلا بیان کرده و این در یک برنامه تربیتی پروردگار داره انجام میگیره. الله سبحانه و تعالی از آنجایی که به بندگانش مهربان هست و به بندگان نظر لطف دارد و کرم دارد، هم برنامه تربیت جسم ما را و هم برنامه تربیت روح ما را و معنویت ما را، هر دو تا را الله تعالی به عهده گرفته و برای هر دو برنامه ریزی کرده است. تمام این نعمتهای ظاهری و نعمتهای مادی، تمام این برف و باران و آب و سرسبزی و آبادی که در دنیا موجود هست، همه اینها در راستای تربیت جسمان و برنامه غذایی ما، برنامه تغذیه ما و برنامه تقویت و تربیت جسم ماست که الله تعالی این برنامه ریزی کرده. اگر سینه مادر پر از شیره، وقتی بچه متولد میشه، این شیر بر اساس برنامه ریزی پروردگار هست برای بچه، چون بچه بغیر از شیر چیزی دیگری را نمیتواند هضم بکند. الله تعالی برای او برنامه شیر از سینه مادر را تدارک دیده. اگر فصل بهار هست و حیوانات با شیر می آیند، شتر هست و گوسفند و گاو و حیواناتان، این شیر یکی از نیازهای جدی بدن انسانه و یکی از بهترین غذاهاست که الله تعالی برای انسان تدارک دیده. غذاهای لذیذ، غذاهای مقوی، غذاهای زیبا، اینها همه برنامه پروردگاران. اگر سر سفره من و شما گوشت می آید و انواع دانه ها و انواع میوه ها و انواع غذاها، تمام اینها برای تربیت جسم ما هست و تقویت جسم ما، همه فضل الهی هستند
و همه نعمت پروردگاران و همه شکر میخواهند که قدردانی بکنیم و بالاترین شکر عزیزان با عمل هست که از پروردگارمان اطاعت کنیم و فرمان ببریم و خدا را نافرمانی نکنیم و دستورات الله تعالی را ندیده نگیریم. شکر با زبان هم بسیار مفید و مؤثر هست، هم لازمه، اما مهمتری شکر با عمل هست و شکر عملیه. و اگر ماه رمضان هست و نزول قرآن و برنامه نماز اجرا میشه و برنامه زکات و برنامه حج و برنامه های گوناگون معنوی هست و دینی هست، همه اینها نه برای آنند که الله میخواد شما را زحمت بده، من شما را خسته کنه و الله تعالی میخواد صرفه جویی بکنه، رمضان روز تعطیل کنه، یک وقت غذا نخوریم یک وقت غذا بخوریم. نه، اینها همه و همه تربیت معنویت من و شما. الله که من و شما را خلق کرده از هر کارشناس و از هر خبره بهتر میداند که برای تربیت جسم ما چه نیازه و برنامه غذایی ما را خدا بهتر میداند از هر کسی و برنامه تغذیه روح ما را از هر انسان کارشناس و خبره و با تجربه الله بهتر میداند. اینها برنامه پروردگاران که الله به وسیله پیامبران و به وسیله رحمت للعالمین خاتم النبیین آخری پیامبر پروردگار الله تعالی این دستورات را، دستور الامر را و این قوانین را برای من و شما فرستاده است. لہذا زمان ما می توانیم که در این تربیت موفق بشیم، به وارستگی برسیم، به شایستگی برسیم، به نجات برسیم که از برنامه پروردگار اطاعت کنیم و سمعا و طاعتا من و شما سر بنهیم و تواضع کنیم و رکوع کنیم و کمر خم کنیم به بارگاه الله تعالی که دستور تو را اجرا خواهیم کرد و فرمان تو را خواهیم برد و الله تعالی هیچ منفعت نداره از روزه ما. به الله روزه، برای الله تعالی گرفتن روزه هیچ منفعت نداره. نماز من و شما برای الله منفعت نداره، قربانی من و شما، حج من و شما، زکات من و شما به الله منفعت نداره و الله پاک از این که از ما منفعت بگیره. ولی یک چیزی فقط هست اینجا، این نکته خیلی قابل توجهه، به الله یک چیز میرسه و اون خداخواهی شما، خداجویی شما و رضامندیه که شما طلب میکنید، رضامندی الله. از این الله خوشنود میشه، راضی میشه و الله تعالی همین فرموده است. چیز مهم این نکته که بدونید الله به دلها نگاه میکنن. اگر 4 میلیون نفر 5 میلیون نفر در صحرای عرفات و در مراسم حج حضور پیدا میکنن بر رنگای مختلف با زبان مختلف و بالاخره به حالات هم مختلفن، چیزی که الله میبینه در دل اونها و الله را خوشنود میکند طلب رضامندی پروردگاره، طلب خوشنودی شما به الله میرسه. الله میگه روزه گرفتن، روزه را الله تعالی نگاه نمیکنه روزه شما را، ولی نگاه میکنه که در دل شما چه موجوده، که شما روزه را گرفتید چون دستور خدایه و برای رضامندی الله تعالی است. در حج هم الله همین نگاه میکنه، در قربانی هم همین نگاه میکنه و در نماز هم الله به همین نگاه میکنه که اینها طالب رضای پروردگاران، طالب خوشنودی الله،
آن چیزی که الان در شما الله میبینه و نگاه میکنه اینه که شما به عیدگاه برای چه آمدید؟ آمدید برای رضامندی خدا، آمدید برای خوشنودی الله، آمدید که اینجا نماز ادا بکنید و در مراسم عیدتون به نیایش بپردازید، به تضرع و زاری بپردازید، خدایتون را بندگی بکنید. به الله همین میرسه. خوب توجه بکنید از خیرات شما، از فطریه شما، صدقه فطر شما، من و شما و از زکات، چیزی که به الله برمیگرده و میرسه خوشنودی پروردگاره، سعادت، افتخار، شرف برای بندگان که طالب رضامندی رب العالمین باشد. این که به یک مسکین کمک میکنید، به یک یتیم، سر یتیم دست میکشید و کمک میکنید، به مسجد کمک میکنید، به مدرسه کمک میکنید، کار خیر انجام میدید، قدم در جهت خیر برمیدارید، هر خیر قدمتون الله تعالی استقبال نمیکنه. اما این قدم برای چه برداشتید؟ حرکت شما برای چه بود؟ وقتی حرکت شما برای رضامندی الله نزد الله ارزش داره. اوله عزیزان میفرمایند که همین جمعوری کمک مال حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان که یکی از بزرگترین مدرسه کل منطقه هست و از مدرسه اهل سنت البته، و این مدرسه و کارش برای یک شهرستان و برای استان نیست، فرا استانی و حتی وسیع‌تر از کشور این حوزه خیرش به کشورهای دیگه هم رسیده و ملتهای دیگه هم رسیده است و داره میرسه. و لحظه دست بالا بگیرید و کمک ارزشمند برای حوزه جمع بکنید. عمل باقی شماست، برکت مال و جان شماست، مایه پاکی گناه های شما. فطریه هم بدید، در کسی که کارت هم میارن، زکات داره هم میتونه بریزه، صدقه فطر هم میتونه بریزه، هر خیری که داره فرضی و نفلی میتونه بریزه و انشالله دست بالا بگیرید، الله شما را خیر بده. رو این سروران گرامی رضامندی پروردگار مهمه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی منکم. تقوا همون پرهیزگاریه که در دله و همون خداخواهیه که از قربانی الله میفرماید نه گوشت میرسه نه خون میرسه، به الله خون به زمین میریزه و گوشتش را شما میخورید، اما چیزی که به الله میرسه عزیزان من او اخلاص شما ہے، او للهیت شما هست و این خیلی مهمه، این خیلی بزرگه. ولهذا عزیزان نیت را همیشه بپایید و قلبتون را بپایید که عمل را برای چه انجام میدید و کار خیر را برای چه انجام میدید. برای الله، برای نام و شهرت، برای تظاهر و ریای، برای تعریف و تمجید مردم، یا برای منافع سیاسی یا برای منافع اقتصادی؟ برای چه منافع شما خرج میکنید؟ برای چه منافع شما بندگی میکنید؟ وقتی دلتون به سوی الله باشه که برای رضامندی الله، همین چیزی که منظور پروردگاره، برای رضامندی الله و خوشنودی الله، این صدقات و خیرات زمان قبول میشن که برای رضامندی پروردگار انجام بگیرن. روزه، عید، مراسم، حج، همه چیز برای رضامندی. نکته دیگری اینه که الله میفرمایند که من روزه را بر سر شما فرض کردم، قرآن در ماه رمضان نازل کردم و اینها همه برنامه پاک الله، برنامه مؤثر الله برای نجات انسانان. ولهذا میفرمایند و شکر نعمت من انجام بده. لتکبر الله علی ما هداکم. این تکبیر اشاره به عید امروزه که من و شما تکبیر میگیم، توی خطبه تکبیره و در نماز تکبیره و امروز تکبیر موجوده، من تا تکبیر آهسته
و در عید قربان تکبیرها بلندند و لحاظا این تکبیر همین عیده که من شما اینجا تکبیر میگه. الله میفرماید تا شما شکرگزار باشید، یک ماه شما روزه گرفتید، برنامه روزه و برنامه قیام لیل و نماز و برنامه تلاوت قرآن و برنامه های متنوع رمضان، اینها را الله میفرماید باشد که شما شکرگزار باشید. پایانش برنامه عیده و عید و رمضان و همه برای آن است که باشد که شما شکر خدا را ادا بکنید، برای که الله با این روزه شما را می سازه، شما را از درون پاک میکنه، از بیرون پاک میکنه، مال شما را پاک میگرداند با پرداخت زکات، باز فطریه پرداخت صدقه فطر، روزه شما کوتاهی که انجام میگیره و مشکلاتی که در روزه ما ایجاد میشه در ماه رمضان با صدقه فطر مورد عفو قرار میگیره. و روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنه است و روایت ابو داود که فرمودن آن حضرت صدقه فطر را فرض گردانید تا پاکی باشه. برای روزه اگر لغو به زبان آمده، حرف نامناسبی آمده، کوتاهی بوده، کم بوده، زیاد خوابیدید، کم ذکر الله را انجام دادید و کوتاهی کردیم همه ما، لہذا برای برطرف کردن و شست و شوی این کوتاهی ها صدقه فطره. صدقه فطر خیلی مهمه، خیلی تاثیر گذاره برای برطرف کردن نقصان و کمبود و صدقه فطر را کسی پرداخت نکرده. و اینجا داره بهترین محلش همینه که قبل از نماز عید باشه یا حداقل در مراسم عید انجام بدید. بعد که انجام بدید او درجه را نداره، گرچه باید بعد ادا بکنید و بدید چون این لازمه بر سر شما، اما بهترین موقع همینه که در خود مراسم عید و قبل از عید این صدقه فطر ادا بشه. الله می فرماید این برنامه هایی که من برای شما فرستادم ملت مسلمان، آی مسلمانان، این برنامه برای آن هست که ولعلکم تشکرون، شکر خدا را به جا بیاورید. او خدایی که برای تربیت جسم شما انواع برنامه های غذایی را داره، انواع برنامه ریزی را کرده، و او خدایی که برای نجات شما، برای تغذیه روح شما، برای وارستگی شما، برای سربلندی و سعادت دنیا و آخرت شما برنامه ریزی کردن. خدا را ببینید عزیزان من، وقتی که نعمت سلامتی است، سلامتی خودتون میبینید، جوانی خودتون میبینید، زیبایی خودتون را در آینه نگاه میکنید، چهره تون را، وقتی مالتون میبینید و زیبایی مالی را نگاه میکنید، وقتی امکانات میبینید، وقتی فرزند و اولاد و زنتون میبینید، وقتی که عزیزان و خویشاوندان و والدین میبینید، همه نعمتان، در وقت این نعمت فروردگار را ببینید، خدا را ببینید که همه این نعمت از جانب فروردگاران. چرا شما مالتون را میبینید، ما مالهای را میبینیم، ما امکانات میبینیم، ما سلامتی میبینیم، چرا الله را نبینیم؟ الله را سر سفره ببینید، وقت خوردن غذا ببینید، ابتدا بسم الله بگید و در انتها الحمدلله بگید. خدا را ببینید که خدا برای من و شما چه کار کرده، چقدر الله مهربانه، چقدر الله من و شما را میخواد، چقدر الله نظر لطف بر من و شما داره و کرمش بر ما چه اندازه زیاده، مهربانیش. همین حضور شما امروز اینجا نمونه از فضل الهیه و از کرم پروردگاره
که روزه گرفتید، امروز کسانی که روزه گرفتن و این شکر خدا را انجام، دستور خدا را انجام دادن، احساس عزت میکنن، احساس سربلندی میکنن، شادمانن، خوشحالن که 30 روز رمضان یا 29 روز رمضان روزه گرفتن و امروز تمام شد رمضان و عید میکنن، امروز عید گرفتن و جشن هست و شادمانیه و خوشحالی، اما به صورت شکر خدا، به صورت سجده و رکوع، به صورت دعا و گریه، به صورت تضرع و زاری امروز خدا را شما یاد میکنید، لحظه خوشحالید. اما آنهایی که کوتاهی کردن، غفلت کردن، فرض خدا را نادیده گرفتن، امر خدا را نادیده گرفتن، امروز شرمندن. وجدانی اگر باشه ملامتشون میکنه که تو بدکاری کردی. مردم روزه گرفتن، تو روزه نگرفتی. فرشتگان ملامت میکنن، از جانب خدا میستن ملامته که عذر نداشته و روزه نگرفته است. خدا همون را ملامت میکنه، فرشتگان او را ملامت میکنن، وجدان خودش خود را ملامت میکنه و روز قیامت عذاب وجدان میکشه، در قبر عذاب وجدان میکشه، علاوه از عذاب وجدان عذابای دیگری که بر سر او مسلط میشه. اونجایش سرزنش میده که چرا همه خلق روزه گرفت، تو را چه شد که روزه نگیری؟ لحظه انسان که به جهنم انداخته میشه و الله شریک میگیره و نافرمانی میکنه. قرآن میفرماید ملوم المدحورا، ملامت زده خودش خود را ملامت میکنه، فرشتگان ملامت میکنن، خدا ملامت میکنه، اهل محشر ملامت میکنن، اهل جهنم هم یک دیگر را ملامت میکنن که چرا این کار تو کردی؟ ولهذا انسان ملامت زده، انسان محکومه، انسان مورد مذمته، مورد سرزنشه وقتی که خدا را نافرمانی بکنه. حالا این نافرمانی شرک اگر باشه بالاترین گناهه و اگر دیگه گناهی باشد هم گناه سنگینی است و روی این مورد مذمت و مورد ملامت و مورد سرزنشه. و روی این عزیزان من که ما دستورات خدا را به تمام و کمال عمل کنیم، از خدا فرمان ببریم، به خدا عشق بورزیم، به خدا محبت کنیم، دوستی خدا را در ریشه قلبمون، در سیاحه قلبمون، در وسط قلبمون محبت خدا و رسول را بیاوریم، محبت دین اسلام را بیاوریم. این بالاترین شرفه، این بالاترین سعادت، این بالاترین عزت که من و شما بنده الله باشیم، برده الله باشیم، غلام و کنیج خدا باشیم و در خدمت خدا باشیم و وفادار نسبت به الله باشیم و الله را تا آخر زندگی من و شما بندگی بکنیم. این بالاترین شرف و عزت های ظاهری پست مقام و عزت ظاهری مادی و مالی عزت های ما اینا نافایدارن. اینها تا همین دنیا اگر ادامه پیدا بکنن تا همین دنیا هم ادامه ندارن، ولی نهایتشون همین زندگی دنیای آخرت ذلت، آخرت رسواییه، خاریه. و این عزت که مال خدا هست، مال حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، معزز حضرت رسولان و عزتان و معزز مؤمنینان، چون که عزتشون هم در دنیای و هم در آخرت به اقتضای ایمان وقتی عمل میکنن، هم در دنیا هم امروز. شما آمدید اینجا احساس عزت میکنید چون روزه گرفتید، چون فرض خدا را به ظاهر ادا کردید و احساس خوشحالی میکنید، وجدانتون راحته و لحظه اینجا آمدید تا تکبیر بگید، تا نماز برگزار کنید، تا دعا و تضرع و زاری بکنید. این شرف بالاترین شرفه و بالاترین عزت. الله در دنیا من و شما را عزت عنایت کنم. امروز فرشتگان در مراسم شما شریکن، در راه شما ایستادن،
فرشتگان ایستاده و شما را سلام میدن، فرشتگان شما را تبریک میگویند، فرشتگان نسبت به شما دعای خیر میکنند که شما دستور خدا را انجام دادید، از الله فرمان برده اید، خدا را خوشنود کردید. اتفاق بسیار زیبا و زرین امسال افتاد که تمام جهان اسلام بلکه تمام دنیا امروز عید کرد و چیز عجیبه و کم خیلی سابقه کم داره که اینطوری اتفاق بیفته که همه دنیا و تعداد کشورها در گذشته اگر اتفاق هم بوده ولی 100% نبوده، تعداد کشورها جلوتر عید کردن. امروز در آخرین نقطه کره خاکی، در کل نقاط کره خاکی امروز عید همه مسلمانانه، الا ماشاءالله اگر کسی مونده برای فردا شاذ و نادرن و لہذا همه عید کردن و این عید عزیزان من بسیار اتفاق خوبه و ما فعال نیک میگیریم به این که جهان اسلام نیاز به وحدت داره، مسلمانان نیاز به انسجام و اتحاد دارند و مسلمانان باید متحد بشن. کاش که مسلمانان یک مجلس علمی داشتن که از تمام فرقهای اسلامی و تمام مذاهب اسلامی آنجا عضو بودن، از همه کشورها مجمع از علمای بزرگ جهان اسلام و هم روزه را با هم می گرفتن. این مجمع اعلام می کرد عید را و این مجمع اعلام بکنه رمضان را. چه زیباست و چه خوبه. و در یک کنفرانس در مکه مکرمه بود و بالاخره مصاحبه کسا اونجا گرفتند و با پیشنهاد همین دادیم که مسلمانان از یک جای شروع کنند و بهترین راهش همین رویت هلاله و عید از اینجا شروع بشه و بره جلوتر، مسلمانان با هم متحد باشند و منسجم باشند و همه پیروان دین اسلام، همه کسانی که به دین اسلام افتخار میکنند، اینها باید برای منافع اسلام و برای منافع خودشون و برای منافع جهان اسلام باید متحد باشند. در حالی که ما میبینیم اروپایی ها متحدن، میبینیم امریکا و اروپا با هم برای منافع متحده. روسیه یک سلسله از کشورها را دور خود جمع کرده، برای منافع خودشون متحدن و پیمان دارن، با هم پیمان نظامی میبندن، پیمان اقتصادی دارن. چرا مسلمانان پیمان اقتصادی و با هم وحدت داشته نباشند و حتی پیمان دفاعی و پیمان نظامی هم چرا با هم نبندند؟ متاسفانه امروز دشمنان اسلام تلاش کردند که مسلمانان را به جان هم بیندازند. مسلمان امروز جلوی پاش نگاه میکنه و دوراندیشیه که این صفت مسلمانان بوده متاسفانه نگاه نمی کنن. نتیجه ایش چیه؟ نتیجه ایش اینه که بیت المقدس مسلمانان از دست دادن و سرزمین های اشغالی را به اسرائیل دادن. امریکایی ها در طرح خودشون معامله قرن و لحاظا کم کم اسرائیل اینها را بیاره و با سرزمین خود الحاق بکنه و این فاجعه بزرگ برای جهان اسلامه و مصیبت بسیار بزرگی است. و این تنها یک مصیبت نیست، دهها مصیبت دیگره که در کشورهای اسلامی رخ میده، سوریه و عراق و یمن و جاهای دیگه. مسلمانان، اختلاف مسلمانان سبب شده که دشمنان در سرزمین اسلامی بیایند، منافع را به یغما ببرند و برای منافع خودشون بجنگند و مسلمانان را قتل هم بکنند و بکشند. همه این مسئولیتش به گردن مسلمانانه و سران کشورهای اسلامیه که قدرت بیشتر دارند که چرا دور هم جمع نمیشن، با هم متحد نمیشن، با هم اتفاق نمی کنند و در کنار هم قرار نه. ملت مسلمان رنج میبره، همه ملت های مسلمان هم رنج میبرند و از این وضعیت بسیار به درد هستند و ناراحتند. الله تعالی
این عید را یکی کرده. ما امیدواریم که بقیه مسائل همینطور به وحدت و انسجام و اتحاد بکشه. توصیه بندانه که شرایط بهداشتی را رعایت کنید و الحمدلله صحن عیدگاه خیلی وسیع است و 20 خورده هکتاره و شما هر جای بشینی اطراف هم خالی، این طرف و اون طرف. فعلا در اینجا نه کوچه و خیابان نیست، پس کوچه و صحن شما به راحتی می توانید که مراسم هم برگزار کنید و مراعات پروتکل بهداشتی و شرایط بهداشتی هم مراعات کنید و فاصله بشینید و وقتی که بر می گردید هم با آرامش برگردید و فاصله ها را رعایت کنید. سلامتی همه شما مهمه، سلامتی شهر ما مهمه، سلامتی استان و کشور مهمه و این میشه بر رعایت همین مسئله. توصیه بنده به همه شما نه که در این شرایط مراسم عروسی نگیرید و اگر مراسم عروسی میگیرید 10 نفر باشه، 10 نفر 15 نفر 1000 نفر دعوت نکنید، 500 نفر دعوت نکنید. شما برای خوشحالی خودتون، عروسی فرزندتون ملت گرفتاری مریضی نکنید. و همچنان توصیه بندانه که مراسم عزاداری و فاتحه نگیرید، چرا که وقتی ما مردم جمع میکنیم کنار هم این تبعات داره و در یکی از روستاهای همه استان شهرستان خاص که به مراسم فاتحه سبب شده است که روستا را غالب روستا را کرونا بگیری و چندین نفر هم فوت بکنه اونجا. لحاظ فاتحه از لحاظ شرعی نه فرضه نه واجبه و نه سنت، جایزه که شما بشینید و صاحب عزا بشینه و دیگر هم بیاد تسلیت بگه، اما نه در چنان شرایط، نه در چنان حالات. لحاظ هر کسی در خانه خود بشینه و دعای خیر بکنه، اگه دلسوزی دارن دعای خیر بکنن کافی هست. بله عزیزان من، در توصیه بندانه که در بازارها، در اماکن مقدسه و مساجد من و شما رعایت کنیم شرایط بهداشت. نمیشه بازار تعطیل کرد، نمیشه عبادت خانه مسجد تعطیل کرد. مسجد کار بکنه، بازار هم کار بکنه، اما شرایط بهداشتی رعایت بشه، پرهیز بشه، اجتناب بشه و بی‌پروایی نکنید. و اما این نکته هم بدانید که وسوسه داشته نباشید، توکل بر الله تعالی، اعتماد بر الله. ولی دستور اسلامیه که بنده عرض میکنم که شما شرایط بهداشتی و احتیاط و پرهیز را مراعات کنید. اگر این رعایت بشه نه مسجد تعطیل میشه انشاءالله، نه بازار تعطیل میشه. و مسئولین اگر اینجا چیزی میگویند خیرخواه شما هستند و لحاظا از مسئولین از برنامه دولت در رابطه با پرهیز و این مسائل من شما باید گوش کنیم و توجه کنیم، به خاطر سلامتی خودمونه و به خاطر خیر خودمان است. و آخری عرایض بنده خدمت شما نه که یک نقطه اینجا عرض بکنم و یادآوری است برای مسئولین که امروز یک چیزی که بر شهروندان خیلی فشار داره و او کرایه نشینی خیلی بر مردم فشار آورده. جوانان میخواه ازدواج بکنن و این جوان مسکن میخواهد، بالاخره کجا باید این بره زندگی بکنه؟ و لحاظا فکر مسکن باشید، مسکن مهمه. درست ارزش پول ما از بین رفته، 2 میلیون و 3 میلیون تومان که کرایه گرفته میشه بیشتر ارزش نداره برای صاحب منزل، اما او کرایه نشین این پول هم نمیتونه تهیه بکنه، چرا که تهیه پول مشکله و ارزش پول هم از بین رفته. و ما امیدواریم که برای ارزش پول ایرانی مسئولان امر باید تدبیر بکنند، راهی را اختیار کنند
که ارزش پول بالا بره. ملت از تندستی و از فقر و مشکلات رنج به سر میبره و بی نهایت فشار بر مردم، و لحاظا این باید فشارها را تدبیر بکنن که از سر مردم کاسته بشه. و زمین الحمدلله فراوانه. همه حکومت های دنیا، همه نظام های دنیا و دولت ها برای ملت خودشون فکر مسکن هستند. بهرحال اگر دولت ما فرصت نداره که مسکن درست بکنه و بده بسازه، ولی زمین موجوده، زمین فراوان توی ایران، کشور وسیعی و پهناوری است. زمین بدن به مردم که برای خودشون مسکن بسازن. زمین به صورت تو روستاها به صورت مجانی بدن. اگر هزینه بگیرن، هزینه همون زیربناها باشه، هزینه خیابان و هزینه مدرسه و اینها اگر چیزی دولت کمک کنه و چیزی از روستایی ها بگیرن، ولی زمین ها را نفروشن به مردم، قیمت گزاف نگذارن و این درست نیست. این مردم باید شهرستان زاهدان یکی از شهرهایی است که حاشیه نشینی زیاد داره و این سرریز شهر زاهدان کجا بره؟ برای این برنامه باید برنامه فعال میخواهد، برنامه زنده میخواهد. و همینی که توی روستا بدونید که من ملت و مردمی که اطراف زاهدانن یا در خود زاهدانن، اینا کسانی هستند که در مقابل انگلیس جنگیدن، این منطقه را نگهداری کردن، پدرانشون کشته شدن برای این سرزمین، این سرزمین نگهداری کردن. مسئولان امر و کسانی که کار در دستشونه این در نظر بگیرن، خدا در نظر باشه. اینجا نگذاشته که مردم سند بگیرن، اینجا آمدن خیلی چندین سال قبل اینجا یک مصوبه دادن، در شعاع 35 کیلومتری سند ممنوع کردن، جای مردم، قنات مردم و آبادی ها و قبرستان های آبا و اجدادی مردم در داخل این 30 خورده کیلومتر. و لحاظا این مردم اینها قبل از اینکه شهر زاهدان درست بشه توی همین حاشیه شهر اینجا اقوام اینجا و قومهای اینجا زندگی کرده، اینا در نظر بگیرن. حق این بندگان خدا نسوزه، حقشون ضایع نشه، خدا ناراض میشه. ولی حق اینا رو در نظر بگیرن، کمک کنن و مسئولین دلسوز باید به این مردم توجه داشته باشن و برای مسکن فکر جدی بردارن و ما امیدواریم که الله همه مشکلات را حل بکنه. و سخن آخر همین بود که مولانا بدری نکته خوبی را متذکر شدن که تقوا که حاصل روزه پرهیزگاریه، حاصل روزه پاکی و طهارت. این تقوا سرمایه که در رمضان درست میشه و تقویت میشه. تقوا را نگهداری بکنید، از گناه فراری باشید، از نافرمانی. قبلا قاهر نمازی بوده، قبلا گناهی بوده، قبلا چشم خدا نکرده خیانت کرده، گوش خیانت کرده، دست و پا خیانت کرده. دیگه بعد از رمضان مصمم باشیم که با تقوا یعنی پرهیزگاری از ضایع کردن حق خدا، ضایع کردن حقوق مردم و تاکید میکنم حق مردم ها، تاکید میکنم که حق والدین، حق همسران، زن و شوهر، حق فرزند، حق برادران و خواهران و صله رحمی و خویشاوندان، حق همسایه و حقوق همه انسان ها بر ما لازمه. همانطور که من و شما خواسته داریم، خواسته حاکمیت اینه که قانون رعایت بشه، من و شما هم قانون رعایت بکنه. بنده هم توصیه میکنم که به هر حال زمین های منابع طبیعی را هیچ کسی تصرف نکنه و منابع ملی را کسی تصرف نکنه و اگر مسکن میخواهند
و لحظه مراجعه کنن و مسئولین هم با دلسوزی مشکل اونها را حل کنن و ما قوانین هم رعایت بکنیم، خلاف قانون نکنیم. اگر گذشته چیزی بوده باید بریم و سند بگیریم و باید هم سند بدن و ملت قانونمند باشیم که قوانین نظم زمان رعایت بشه که قانون رعایت بشه و لحاظا هم قانون بندگان هم قانون خدا را مراعات کنیم. بعد از رمضان حال ما بهتر از قبل از رمضان باشه. علامت قبولیت رمضان ہے، علامت قبولیت حج جانے که بعد از حج بهتر از گذشته باشیم. انشاءالله الله من شما را پایبندی عنایت کنه. حق و حقوق مردم، دین مردم، بدیه‌های مردم، طلب مردم ادا کنید. دین مردم مهمه. اگر ما زیر توی فلاس زندگی بکنیم و خیمه ولی حق برگردن من نباشه. گروگانگیری از لحاظ شرعی محکوم و از لحاظ قانونی گروگانگیری نکنید برای بدیهایتون. بچه ها را که بر اونها باید ترحم بشه، نباید کسانی گروگان ببرند. سال خورده ها و پیر مردها را بازی میبرند که الله حضرت رسول فرمودن بر بچه ها رحم کنید و موسفیده و پیر مردا را احترام بکنید. این احترام باید رعایت بشه. ترحم بر بچه را چه از بچه میخواهید که بچه را بردید نگهداری میکنید؟ این بچه قابل رحمه. نباید بچه را کسی ببره که من دین میخواهم. بابا دین از که میخواهی؟ دین از پدرش میخواهی؟ بچه را چرا بردی؟ بچه چه گناهی کرده؟ الله تعالی به همه ما، مردم ما، به افراد جمع حساب بده. مهم انصاف. این نافرمانی خدایه و خدا مؤاخذه میکنه و کسانی که کار را کردن توبه کنند. الله تعالی من شما را توبه نصیب کنه. صفایتون بگیرید که نماز میخوانم.